البدر علينا من ثنيات راهیان نور. البدر علينا من ثنيات. به نام هستی دهنده هستی ها. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه راهیان نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسند هستیم که باز هم وقت نشر برنامه تان فرا رسیده و ما هم با پیشکش نمودن برنامه دلخواهتان در خدمت قرار داریم و مبحث حماسه سازان تاریخ را دنبال میکنیم. و اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته وعده کردیم که داستان مسلمان شدن حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه را با هم یک جا خواهیم شنید. بله دوستان عزیز، ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه یکی از اصحاب بزرگی است که بعدها جزو زاهدان و علمای بزرگ قرار گرفت. حضرت علی کرم الله وجهه میگوید که ابوذر چنان دانش را به دست آورده است که مردم از درک آن عاجزند، ولی او آن را محفوظ نگه داشته است. وقتی از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شد، برادر خود را برای تحقیق بیشتر به مکه فرستاد و به او توصیه کرد تا با شخصی که مدعی است که بر وی وحی نازل می شود و خبرهای آسمانی اطلاعات نزد او می آیند ملاقات نماید و به طور صحیح در مورد وی اطلاعات حاصل و سخنان او را با دقت گوش کند. برادرش به مکه آمد و پس از تحقیق و بررسی نزد برادرش رفت و اظهار داشت: من او را دیدم که به عادت و اخلاق خوب دستور می‌دهد و چنان کلام از وی شنیدم که هیچ شباهت با کلام شاعران و کاهنان ندارد. ابوذر رضی الله تعالی عنه از این توضیح مختصر قانع نشد و خود رخت سفر بست و عازم مکه مکرمه شد و به مسجد الحرام وارد گردید. آن حضرت علیه السلام را نمی شناخت و پرسیدن از کسی را نیز خلاف مصلحت دانست. تا شامگاه منتظر ماند. حضرت علی کرم الله وجهه دید که شخص مسافر در آنجاست و چون خبرگیری و میزبانی از مسافران، مستمندان و درماندگان به عهده ایشان بود، او را به خانه خود برد و از وی پذیرایی کرد. اما از او چیزی نپرسید که برای چی و از کجا آمده است. او نیز چیز اظهار نکرد. به مسجد آمد و تمام روز بر همین منوال سپری شد و او نه از کسی پرسید و نه خودش آن حضرت علیه السلام را شناخت. غالبا این امر خبرهایی بود که درباره عداوت و دشمنی اهل مکه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود و به کسانی که با ایشان ملاقات کنند اذیت و آزار رسانده می شود. لذا او تصور میکرد که با پرسیدن نمیتوان خبر صحیح را به دست آورد و نباید بی جهت خود را با مشکلات مواجه ساخت. شب بعد نیز باز حضرت علی کرم الله وجهه او را به خانه‌اش برد و از وی پذیرایی کرد. وی در این شب هم از حال و احوالش و اینکه برای چه آمده است چیزی نپرسید. شب سوم باز هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه او را به خانه برد و در این شب هدف و قصد سفرش را از وی پرسید. ابوذر نخست به وی سوگند داد که حقیقت را به او بگوید. آنگاه مقصد خود را برایش بیان کرد. حضرت علی کرم الله وجهه فرمود بدون تردید ایشان پیامبر بر حق الله تعالی است. صبح روز بعد
وقتی که من از خانه بیرون رفتم شما نیز با من بیایید، من شما را به محضر ایشان میرسانم. اما خطر و اندیشه دشمن شدید است. اگر در میان راه با کسی برخورد کردم که احتمال داشت از وی خطر متوجه شما شود، من به قصد قضای حاجت از راه منحرف می شوم و یا مشغول اصلاح نعلین خود می گردم. شما به راه خویش ادامه دهید و با من توقف نکنید تا معلوم نشود که با من همراه هستید. چنانکه صبح همراه با حضرت علی کرم الله وجه به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند و با ایشان به گفتگو پرداختند و در همان لحظه مسلمان شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حفظ وی از آزار و اذیت دیگران با او فرمودند اسلام خود را آشکار نکن، بلکه به طور مخفیانه نزد قوم و قبیلت برو و زمانی که خبر پیروزی ما را شنیدی نزد ما بیا. وی عرض کرد ای رسول خدا، سوگند به آن ذات که جان من در اختیار اوست که من این کلمه توحید را در میان این بیدینان اعلام نکنم. چنان که همان لحظه به مسجد الحرام رفت و با صدای بلند اعلام داشت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. با شنیدن این صدا کفار از هر سو بر وی هجوم آوردند و به قدر او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که نزدیک مرگ قرار گرفت. آنگاه حضرت عباس کاکای رسول اکرم علیه السلام تا آن موقع هنوز مسلمان نشده بود، به منظور حفظ جان وی خود را بر او انداخت و به کافران اعلام کرد این چه ظلم است که شما مرتکب می شوید؟ این شخص از قبیله غفار است و این قبیله در مسیر راه شام زندگی می کنند. تجارت و معاملت شما با شام از همین راه انجام می گیرد. اگر این مرد بمیرد ایاب و ذهاب شما به سرزمین شام بسته می شود. مردم فکر کردند که تمام امور زندگی آنها وابسته به شام است و بسته شدن این را بر آنها مصیبت و مشکل بزرگ ایجاد خواهد کرد و به همین جهت او را رها کردند. روز بعد نیز او به مسجد الحرام آمد و کلمه توحید را با صدای بلند اعلام کرد و با شنیدن این کلمه کفار بر وی حمله کردند. ولی در این روز هم حضرت عباس کاکای آن حضرت علیه السلام آنان را تفهیم کرد و خطر بسته شدن راه شام را برای آنان توضیح داد تا اینکه سرانجام او را رها کردند. بله دوستان عزیز، با وجود توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر که اسلام خود را آشکار نکند، عمل ابوذر بیانگر غیرت وی در اظهار حق و غلبه دین است، زیرا به نظر وی دین اسلام دین حق بود و می بایست آشکار شود و توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبتنی بر شفقت و ترحم آن حضرت بر وی بود که ممکن است او نتواند آزار کفار و مشکلات پیش آمده را تحمل کند، وگرنه صحابه کرام هیچگاه برخلاف دستور آن حضرت علیه السلام عمل نمی کردند. چنانکه نمونه های در این رابطه با بحث های مستقل انشاءالله بیان خواهد شد. از آنجا که رسول اکرم علیه السلام در راه دعوت و تبلیغ دین اسلام انواع مصائب و مشکلات را تحمل می کردند، لذا حضرت ابوذر غفاری به جای عمل بر رخصت و آسانی پیروی از آن حضرت را در این راه ترجیح داد و همین امر بود که موفقیت های دینی و دنیوی را برای اصحاب کرام رضوان الله علیهم به ارمغان می آورد و در تمام میدانها پیروز و سربلند بودند.
و به محض این که شخص با خواندن کلمه توحید تحت پرچم اسلام قرار میگرفت، هیچ قدرت و نیروی و هیچ ظالم و ستمگری هم نمیتوانست با وی به مقابله برخیزد و او را از دعوت و تبلیغ دین اسلام باز دارد. خب دوستان عزیز، و حالا نوبت میرسد به یک وقفه کوتاه و انشالله زود برمیگردیم و از مصایب حضرت خباب ابن ارد سخنهای را با هم یک جا بشنویم. ملغلره خبره. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چیرې یو غلام په تاسو امیر وټاکل شي، مری غلام په تاسو باندې امیر وټاکل شي چې ستاسو قیادت د الله د کتاب له مخې کوي، نو منی او اطاعت کوي. د دې حدیث روایت صحیح بخاری کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، وګورئ د حدیث ته نبی علیہ السلام موږ تاسو ته د څه دپاسه 1400 کاله مخکې دا نسخه رالیږلې ده چې په تاسو باندې داسې یو سړی بادشاه شو چې هغه غلام وي، غلام حر نه دی، غلام دی، خو په تاسو بادشاه شو، لیکن هغه په تاسو باندې قیادت مشري د الله د کتاب له مخې کوي، د نبی علیہ السلام د حدیث موافق کوي، د قرآن نه خلاف ورزي نه کوي، نه په تاسو باندې اطاعت کول لازم دی، واجب دی. ای مسلمانانو ورونو، چې کله یو مسلمان بادشاه مسلمان وي، آزاد وي، حر وي، عالم وي، او زمونږ او ستاسو قیادت د قرآن او حدیث په رڼا کې کوي، نو په موږ او تاسو باندې خو بیا په طریقې اولا باندې اطاعت لازم او واجب دی. چې نبی علیہ السلام وفرمیل چې یو غلام په تاسو بادشاه شي، لیکن بادشاهي د قرآن د حدیث موافق کوي، په تاسو اطاعت واجب دی، واجب دی. نو چې یو بادشاه داسې وي چې هغه عالم وي، او بل الله نه ویریدونکی وي، او بل دا چې د قرآن او د حدیث موافق بادشاهي را باندې کوي، قیادت هم د قرآن په هدایت باندې کوي، د قرآن د مخې په موږ تاسو بادشاهي کوي، د قرآن او د حدیث په رڼا کې بادشاهي را باندې کوي، هر یو حکم قرآن او حدیث ته وړاندې کوي، نو بیا په موږ تاسو باندې منل لازم دی، واجب دی. د هغې نه سرغړونه سخته بدترینه ګناه ده. که عام مسلمانان د خپل داسې بادشاه نه چې هغه د قرآن او حدیث په رڼا کې په موږ بادشاهي کوي، د داسې بادشاه نه سرغړونه کوي، د داسې بادشاه اطاعت نه کوي، دا خلد د الله د عذاب نه وویریږي، الله جل شانه په آخرت کې سخته سزا ورکوي. د دې وجې نه د داسې کار نه اجتناب پکار دی. حضرت خباب ابن الارد نیز از آن شخصیت‌های با عظمتی است که خویش را برای آزمایش و امتحان عرضه کرد و مشکلات و مصائب سخت را در راه الله بزرگ متحمل شد. در ابتدای بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 5 یا 6 نفر مشرف به دین مقدس اسلام شد و تا مدت مشقات و مشکلات را تحمل می کرد. بر او زریح آهنین می پوشاندند و بر ریگ‌های داغ می انداختند که بر اثر شدت گرما غرق در عرق می شد و در بسیاری موارد گوشت و پوست کمرش و طور کلی از بین می رفت. او غلام یکی از زنان بود. وقتی آن زن مطلع شد که غلامش با رسول اکرم علیه السلام ملاقات می کند و نزد او رفت و آمد دارد، با آهن سرش را داغ می کرد تا تنبیه شود. گویند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در دوران خلافت خویش از چگونگی شکنجه ها و مصایبی که حضرت خباب با آن روبرو شده بود پرسید. او اظهار داشت کمر مرا ببینید. حضرت عمر کمرش را دید و فرمود من تا به حال چون این کمره که اینقدر شکنجه شده باشد ندیدم. وی اظهار داشت مرا بر اخگرها می افگندند به طوری که از خون و چربی کمرم آتشها خاموش می شد. با وجود این همه شکنجه و مصائب وقت اسلام توسعه یافت و قوت گرفت و دروازه فتوحات بر مسلمانان باز شد، او گریه می کرد و می گفت خدای نخواسته
پاداش این مصائب و شکنجه های ما در همین دنیا به ما داده نشده باشد. حضرت خباب رضی الله تعالی عنه می گوید یک بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طور غیر معمول نماز را بسیار طولانی خواندند. صحابه کرام در این مورد علت امر را پرسیدند. آن حضرت علیه السلام فرمودند این نماز شوق و بیم بود. من از خداوند متعال 3 چیز خواستم، 2 تا را به من داد و یکی را نداد. اول این دعا را کردم که امت مرا با قحط سالی هلاک و نابود نکند. این را پذیرفت. دوم این دعا را کردم که دشمن را بر آنها مسلط نکند که آنها را محو و نابود سازد. این را هم پذیرفت. سوم این دعا بود که اختلافات و جنگ داخلی را از میان آنها بردارد و این دعا را قبول نکرد. حضرت خباب رضی الله تعالی عنه در سال 37 هجری وفات کرد و در کوفه اولین صحابی بود که به خاک سپرده شد. پس از وفات وی حضرت علی کرم الله وجهه بر قبر وی گذر کرد و فرمود الله بر خباب رحم کند. او با طیب خاطر اسلام را پذیرفت و با طیب خاطر هجرت کرد و زندگی خود را در جهاد سپری کرد و مشکلات و مصائب بسیار متحمل شد. خوشا به حال کسی که قیامت را به یاد آورد و برای حساب آخرت اعلام آمادگی کند و بر اندک مال قانع شود و پروردگار خود را خشنود سازد. خب دوستان عزیز، و حالا می رسیم به داستان از حضرت عمار و والدین او. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه و پدر و مادر وی نیز مشکلات و شکنجه های سختی را متحمل شدند. آنان بارها در ریگستان های داغ مکه مکرمه مورد شکنجه قرار می گرفتند. روز آن حضرت علیه السلام از آنجا گذر می کردند. آنان را به صبر و شکیبایی دعوت می کردند و نوید بهشت می دادند. سرانجام پدرش حضرت یاسر بر اثر شکنجه دار فانی را ودا گفت و مادرش حضرت سمیه نیز بر اثر اصابت نیزه به دست ابو جهل شهید شد، اما تا آخر بر اسلام استوار ماند. حال آنکه پیرزن ضعیف و سال خورده بود و اولین شهیدی بود که تقدیم اسلام شد و اولین مسجد هم در اسلام به دست عمار رضی الله تعالی عنه ساخته شد. وقتی رسول اکرم علیه السلام به مدینه منوره هجرت کردند، حضرت عمار اظهار داشت برای آن حضرت علیه السلام می بایست سایبان ساخته شود تا در آن استراحت کنند و در آن نماز بخوانند. و حضرت عمار نخستین کسی بود که در قبا سنگ جمع آوری کرد و مسجد ساخت. در جنگ با جوش و خروش تمام شرکت میکرد. یک بار با شور و ذوق تمام اظهار داشت حالات دیگر به ملاقات یاران می روم و با محمد و یاران وی ملاقات می کنم. در همین اثنا آب طلبید. شخص به جای آب شیر به وی تقدیم کرد. شیر را نوشید و گفت من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودم که فرموده بودند آخرین چیزی که تو در دنیا می نوشی شیر خواهد بود. و پس از آن شهید شد. هنگام شهادت 94 سال داشت و بعضی‌ها سن او را حدود 93 سال نوشتند. خداوند از ایشان راضی باد. و حالا می رسیم به اسلام آوردن حضرت صهیب رومی. حضرت صهیب رومی نیز همراه با حضرت عمار مسلمان شد. در آن موقع رسول خدا
در خانه حضرت زید ابن ارقم بودند که هر دو نفر به طور جداگانه به در خانه رسیدند و هدف یکدیگر را پرسیدند و وقتی معلوم شد که هدف هر دو مسلمان شدن و استفاده بردن از محضر رسول اکرم علیه السلام است، هر دو مسلمان شدن و پس از آن با انواع آزار و مشقات که از جانب مشرکان متوجه این جمعیت اندک و ضعیف میشد روبرو شدند. آنان آنچنان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و شکنجه داده شدند وقتی که نتوانستند تحمل کنند تصمیم به هجرت گرفتند. ولی این امر برای کفار گوارا نبود که مسلمانان به جای دیگر بروند و زندگی راحتی داشته باشند. به همین جهت درباره هر کسی که مطلع می شدند که قصد هجرت دارد می کوشیدند او را دستگیر کنند تا نتوانند از آزار و اذیت آنها در امان بمانند. چنانچه حضرت صهیب را نیز مورد تعقیب قرار دادند و گروه را به تعقیب وی فرستادند. او در حالی که تیر و کمان در دست داشت به آنان گفت: شما می دانید که من تیر انداز ماهر هستم و بر شما برتری دارم و تا وقتی که یک تیر در ترکش داشته باشم شما نمی توانید به من نزدیک شوید و چون تیرهایم تمام شدن با شمشیر با شما خواهیم جنگید. اگر شمشیر هم در دستم بشکند پس از آن هر چه توانستید به من انجام دهید. بنابراین به شما پیشنهاد می کنم که مرا رها کنید و در عوض آن مالی که در مکه مکرمه دارم متعلق به شما خواهد بود و 2 کنیز هم با آن مالها دارم، اما آنها را به شما می بخشم. آنها راضی شدند و در مقابل گرفتن مال او را رها کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن موقع در قبا تشریف داشتند. وقتی صهیب رضی الله تعالی عنه را دیدند فرمودند: معامله خوب انجام دادی. صهیب میگوید آن حضرت در آن موقع خرما میخوردند و من چشمم درد میکرد. با ایشان شروع به خوردن کردم و آن حضرت فرمودند: چشم شما درد میکند و خرما هم میخوری؟ من عرض کردم: از جانب آن چشم که سالم است میخورم. آن حضرت علیه السلام از این جواب من خندیدند. حضرت صهیب بسیار جواد و بخشنده بود و به طوری که حضرت عمر با وی فرمود: شما اسراف میکنید. وی اظهار داشت: من در جای نادرست خرج نمی کنم. وقتی حضرت عمر در شرف مرگ قرار گرفت وصیت کرد که صهیب بر جنازه او نماز بگذارد. خب دوستان عزیز، آهسته آهسته می رسیم به آخرین دقایق برنامه و انشاءالله اگر حیات مستعار باقی بود در برنامه آینده داستان بسیار جالب و شنیدنی اسلام آوردن حضرت عمر فاروق را با هم یک جا خواهیم شنید. تا آن دم همه تان را به خداوند پاک و لایزال امانت می سپاریم. الله بزرگ یار و یاور همه